توی این ویدیو میخوام در رابطه با سیج یا سریال آنالیزیس آف ژن اکسپرشن صحبت کنم. همونطور که میدونین بدن ما سلول‌های مختلفی داره که هر کدوم از این سلول‌ها وظایف خاص خودشون رو به عهده دارن. توی سلول‌های مختلف ژن‌های متفاوتی بیان میشه و بسته به شرایط توی هر سلول یه سری ژن‌ها روشن هستن و یعنی بیان میشن و یه سری ژن‌ها هم بیان نمیشن. روش‌های متعددی برای سنجش بیان ژن‌ها وجود داره، از جمله RNA سکونسینگ، از جمله میکرو اری و ریل تایم PCR و تکنیک‌هایی از این دست. سیج هم یه روش جالبی برای سنجش بیان ژن هستش که خب بعدها خیلی از روش‌ها بر پایه همین سیج بنا شده. شما فرض کنید ما یه گروه سلولی داریم با یه شرایط خاص، مثلا حالا یا توموری هستن یا یه داروی خاصی گرفتن یا هر چیزی. حالا میخوایم ببینیم بیان ژن‌ها با استفاده از روش سیج چطور سنجیده میشه. برای این کار ما ابتدا RNA سلول ها رو استخراج میکنیم. میدونیم که سلول ها انواع و اقسام RNA ها رو دارن. وقتی استخراج RNA انجام میدیم خب قاعدتا از همه نوع RNA توی اون عصاره استخراجمون داریم، ولی چون ما قرار بیان ژن‌های کدینگ رو بررسی کنیم نیازه که mRNA ها رو از بقیه RNA ها جدا کنیم. برای این کار باید بیایم از یه ویژگی از mRNA استفاده کنیم که توی mRNA هستش ولی توی سایر RNA ها نیست، که اون هم داشتن دوم پولیا هستش. توی این روش با استفاده از یه سری بیت های فلزی که خودشون با استرپتاویدین کد شدن و توسط بیوتین به دنباله نوکلئوتیدی پلیتی متصل شده mRNA ها رو جدا میکنیم. به این صورت که دنباله T با پلی A توی mRNA ها پیوند هیدروژنی برقرار میکنه و از اونجایی که بیت ها فلزی هستن با استفاده از میدان مغناطیسی آهنربا میتونیم mRNA های متصل شده به بیت ها رو از سایر RNA ها جدا کنیم و با یه شستشوی ساده بقیه RNA ها رو حذفشون کنیم. حالا چون RNA ناپایدار هستش ما باید RNA رو به cDNA تبدیل کنیم که توسط آنزیم ریورس ترانسکریپتاز این کار رو انجام میدیم. اینو هم بگم که دنباله پلیتی که به بیت ها متصل بودش سر سپریم اوهاش آزاد ایجاد میکنه که برای سنتز cDNA بهش نیاز داریم. بعد از اینکه cDNA سنتز شد mRNA دگرده میشه و مکمل این رشته هم ساخته میشه و در نهایت چیزی که باقی میمونه به این صورت هستش که یه DNA دو رشته‌ای هستش که هنوز به بیت ها متصل هستن. ما توی مراحل بعدی کار نیازه که PCR هم انجام بدیم، اما همونطور که میدونیم برای انجام PCR لازمه که ما از توالی که میخوایم روش PCR انجام بدیم شناخت داشته باشیم تا بتونیم برای اطراف اون منطقه خاص که میخوایم PCR کنیم پرایمر طراحی کنیم و PCRمون رو اجرا کنیم. اما اینجا ما صرفاً یه مجموعی از mRNA های مختلف داریم که اصلاً نمیدونیم مال چه ژن‌هایی هستن، چه برسه به اینکه بخوایم توالیهاشون رو بدونیم. حالا برای اینکه ما بتونیم توی همچین شرایطی PCR انجام بدیم اومدن یه سری راهکار رو در نظر گرفتن که یکیش استفاده از لینکرهای با توالیهای شناخته شده هستش. لینکرها توالیهای کوتاه نوکلئوتیدی هستن که جایگاه اتصال برای پرایمرهای فوروارد و ریورز رو دارن. پس ما باید این لینکرهای دارای توالی معلوم رو به cDNA هامون متصل کنیم. برای اینکه بتونیم این اتصال بین cDNA هامون و لینکرها رو ایجاد کنیم باید cDNA رو با آنزیم محدود کننده خاصی برش بدیم که در واقع اسم این آنزیم که این برش رو انجام میده NLA3 هستش که توی cDNA بعد از برش انتهای استیکی ایجاد میکنه و اون چیزی که باقی میذاره توالی GTAC هستش که این توالی مکمل در واقع توالی استیکی لینکر هامون هستن و باعث میشه که لینکر هامون به راحتی با cDNA که برش خورده اتصال برقرار کنن.
پس بعد از اینکه ما با آنزیم محدود کننده برش ایجاد کردیم، cDNA برش خورده رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و هر کدوم رو توی یه تیوب جداگانه میریزیم. توی یه تیوب قرار لینکرهای دارای جایگاه پرایمر فوروارد رو اضافه کنیم و توی تیوب دیگه لینکرهای دارای جایگاه پرایمر ریورز رو اضافه میکنیم. حالا تا اینجای کار ما cDNA 2 رشته‌ای رو داریم که از یه سرش به لینکرها متصل شده و از سر دیگه هنوز به بیت ها متصله. اما ما دیگه به بیت ها نیاز نداریم و برای انجام PCR باید این بیت ها حذف بشن. برای حذف این بیت ها از انتهای cDNA میان و از یه آنزیم محدود کننده دیگه‌ای به اسم BSMF1 استفاده میکنن که یه خاصیتی که این آنزیم داره اینه که جایگاهش شناساییش روی لینکرها هستش، اما حدود 10-12 نوکلئوتید اونورتر رو برش میده، یعنی هم بیت ها رو جدا میکنه و هم بعد از برش یه چیزی حدود 10-12 نوکلئوتید از cDNA ما رو باقی میذاره که این 10-12 نوکلئوتید رو به عنوان تگ های mRNA در نظر میگیرن. احتمال اینکه 12 نوکلئوتید توی 2 تا mRNA مختلف یکسان باشه تقریبا 0. پس این 12 نوکلئوتید هر کدوم نماینده mRNA خاص هستن و برای هر mRNA منحصر به فرد هستش. بعد از اینکه ما بیت ها رو جدا کردیم میایم محتویات 2 تا تیوب رو با هم میکس میکنیم. از اونجایی که محتویات هر 2 تیوب با BSMF1 برش خورده بودن، حالا بعد از میکس کردن به راحتی به صورت تیل تو تیل به هم متصل میشن و دای تگ ها رو ایجاد میکنن. حالا ما قطعاتی از cDNA ها رو داریم که هر کدوم 2 تا تگ از 2 تا mRNA مختلف رو دارن. از طرفی هم جایگاه اتصال پرایمر فوروارد و ریورز رو دارن و حالا با اضافه کردن خود پرایمرها و انجام PCR حالا ما کلی دای تگ خواهیم داشت که توی این روش باید دای تگ ها رو هم به هم متصل کنیم تا یه رشته خیلی بلند از دای تگ های مختلف رو ایجاد کنیم که برامون نماینده کلی mRNA هستش. یعنی به جای اینکه از کل طول mRNA ما استفاده کنیم میایم از قسمتی از اونها به عنوان نماینده اون mRNA خاص استفاده میکنیم. حالا برای اینکه دای تگ ها رو به هم متصل کنیم کافیه که یک بار دیگه اینها رو که 2 طرفشون لینکر داره با همون آنزیم MLA3 که میدونیم جایگاهش روی لینکرها هست برش بدیم. حالا کلی دای تگ داریم با انتهای استیکی که به راحتی توسط لایگیشن به هم متصل میشن و یه رشته طویل رو ایجاد میکنن. بعد از اون ما این رشته بلند حاوی تگ های mRNA های مختلف رو وارد وکتور پلازمیدی میکنیم و کلونینگ رو انجام میدیم. قطعه کلون شده رو برای توالیابی میفرستیم. با توجه به اینکه تگ هامون شناخته شده هستن و هر کدوم اکسیژن نامبر خاص خودشون رو دارن، با استفاده از آنالیزهای کامپیوتری مشخص میکنیم که از هر mRNA چند تا کانت داریم و به این صورت هر مقایسه‌ای که میخوایم رو انجام میدیم.